خریداران نارضا مسئولین بازارها را وادار کرد ترازوهای سنجشی گذارند. برای این وقتا مثل ترازوی تاجیکستان در گذران را آوردیم، در جاهای اساسی بازار نصب کردیم. دستور اوید به نصب ترازوهای نظارتی از قبل بود، اما به صورت عموم در بازارها از اول ماه رمضان پیدا شدند. تاجیکستاندارد معین کرده است که طلبات قانون از جمله درباره در جایهای معین بازار گذاشتن ترازوهای نظارتی رعایت نمی‌گردد. ماموریت بازار ثقافت به دقت میزبان میرسونیم که از طرف کارخانه واحد دولتی بازار ثقافت در 3 نقطه بازار ترازوی سنجش باوری گذاشته شده است. از آن جمله قطب‌الدین مرادوف در یک روز چند مرتبه از طریق بلندگویک خریداران را از وجود ترازوی سنجشی آگاه می‌کند. اگر محصولاتی که شما می‌خرید از صاحبکاران بازار باوری ندارید، می‌توانید در ترازوی سنجش باوری برکشید. مرحمت استفاده. خریداران معمولاً ترازوی سوداگران را نمی‌سنجند. انصاف این برام وطن گیچ. باور می‌کنید؟ باور میکنم. فکر می‌کنید فریب نمی‌کنند؟ خیر رمضان نخواه فریب کنم. یکیش میشه که وجود اوس میکشن که اینجا میدونم که زور کرده به بالای او چخی میره. خیر توکل شو بخیر. آنهایی هم هستند که به ترازوی سوداگران عموماً باور ندارند. ما رمضان گفته یارو باور میکنیم انصاف دارن که دروغه. شدید شدن نظارت از ترازوها در حالی است که خریداران در ماه رمضان اکثریت از گرانی نرخ‌ها شکایت می‌کنند و می‌گویند در برابر نصب ترازو بهتر بود مقامات به این مسئله هم توجهی جدی می‌کرد. نرخ به خاطر چی؟ به خاطر که رمضان ای میدونه که مسلمان مجبوره بخره. ما خواهش داریم که نرخ ارزان کنه، ترازوشون سازه. خود ترازو نمیزن.